خب دوستان عزیز، میرسیم به سومین درس ما که موضوعات مهم در مورد الفبای انگلیسی هست، مخصوصا در بخش نامنویسی. کسانی که با حروف انگلیسی میخوان نامنویسی بکنن، بعضی مواقع در شناخت و استفاده بعضی از حروف دچار تردید و مشکل میشن. به عنوان مثال ما 26 حرف انگلیسی را خواندیم، در میانشان چندین حرف بود که به گونه مشابه تولید صدا میکردن. به عنوان مثال ما چندین حرف را داشتیم که صدای الف را میدادن، چندین حرف را داشتیم که صدای عین را میدادن و یا هم صدای یا را میدادن، چندین حرف را داشتیم که صدای واو را میدادن، مانند وی، دبلیو، او، یو. با این شکل بعضی از دوستای ما که نامنویسی میکنند دری به مشکل برمیخورن. به عنوان مثال کلمه احمد یا مثلا امید یا مثلا الیاس، تمام اینا با حرف الف آغاز میشه. دچار تردید میشن که ایره با کدام حرف انگلیسی بنویسن، با حرف ای یا ای یا بالاخره او. خب الف که زبر داره با او ای استفاده میکنیم که احمد با حرف ای نوشته میشه، و الف که زیر ای داره برش ای استفاده میکنیم، الیاس با حرف ای نوشته میشه. و مثلا امید که چون پیش داره و الف پیش او، به این خاطر با حرف او نوشته میشه. این که واضح هست. و اما چندین حرف را داشتیم که صدای کاف را میدادن، مثلا سی و یا هم کی. و اما در نامنویسی دری از حرف سی استفاده نمی کنیم. سی یک حرف مختص به انگلیسی هست، مثلا کمال، مثلا کامل یا کامران. اگر بخوایم بنویسیم از حرف سی استفاده نمی کنیم، از حرف کی استفاده می کنیم. و در کنار از او حروف را داشتیم که صدای یا را می دادن، همانند ای یا آی یا وای. خب اگر ما بنویسیم یما یا یاسر، اینجا دوستان ما بیشتر از حرف وای استفاده میکنن و از حرف آی استفاده نمیکنن. دلیلش این است که یایی که حرکت داره، چه بالاخره الف باشه و حرکتش یا واو یا زبر یا زیر ای، از وای استفاده میکنیم. مانند ببینید یاسر، 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 چون الف داره و حرکت داره و کش داره، به این خاطر ما از وای استفاده میکنیم. یا مثلا یما، و اما جایی که حرکت نداره و یای ساکن هست، اونجا از آی استفاده میکنیم، مانند ندیم یا مثلا وسیم یا مثلا وحید. خب حرفای دیگه داشتیم که صدای جیم را میدادن، مانند جی و جی. اگر ما بخوایم که کلمه بنویسیم، نام بنویسیم که حرف اول از او جیم هست، و ما از حرف جی استفاده میکنیم، نه از جی، چون شرط داشت وقت پیش روی جی حرف ای یا آی یا وای بیاید صدای جیم را میده، در غیر از او همیشه صدای گاف را. ما حرف جی را استفاده میکنیم که در همه شرایط صدای جیم را میده. خب این هم از بعضی مشخصات و بعضی نکات کلیدی در مورد حروف بود که دوستای ما وقتی که نام نویسی میکنن به مشکل بر نخورن و به صورت راحت بتونن که نام نویسی بکنن.